سلام، امروز میخوایم آموزش API با هم شروع کنیم. کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم یادتون نره. با سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز. امروزه استفاده از API ها در واقع نقش مهمی در حوزه برنامه نویسی دارند. روش ها و تکنیک های مختلفی برای تولید API وجود داره که ما در این دوره بر اون هستیم که از تکنولوژی ASP.NET Web API برای توسعه و پیاده سازی API استفاده بکنیم. خب بعد از این مقدمه هدف ما توی این بخش عملی این هستش که یک پروژه API رو به وجود بیاریم. زبان‌ها و تکنولوژی‌های مختلف امکان این رو به شما میدن که API رو ایجاد بکنید و گسترش بدید. از جمله تکنولوژی‌های در واقع خوب که در این زمینه وجود داره فست API پایتون هست که بسیار کارآمد هست و همچنین ASP.NET Web API مایکروسافت هم میتونه بسیار راهگشا باشه توی این زمینه که مبتنی بر زبان C# و بعد در واقع متکی بر پلتفرم ASP.NET کور MVC هست که خب ما توی این سری از جلسات میخوایم اقدام به پیاده سازی یک API در قالب ASP.NET Web API بکنیم، در قالب API و تکنولوژی مایکروسافت. خب برای این منظور ما دو تا ابزار داریم. نرم افزار ویژوال استودیو که ترجیحاً نسخه 2019 2022 یا 2023 رو میتونید تهیه بکنید، از این نرم افزار استفاده بکنید، یا از نرم افزار آنلاین و در واقع فری سبک ویژوال استودیو کد میتونید اقدام به توسعه و طراحی یک API از نوع ASP.NET Web API کنید. خب برای این منظور قبل از هر چیزی شما لازم هستش که یه سری به سایت مایکروسافت بزنید. خب و از این سایت مایکروسافت اقدام به دانلود .NET استیکا کنید. استیکا دانلود .NET استیکا دانلود که خب .NET بفهمه .NET مایکروسافت. خب سایت مایکروسافت میایید. البته اگر ویژوال استودیو رو نصب کرده باشید در واقع این مرحله رو لازم نیست انجام بدید و استیکاها به صورت پیش‌فرض روی سیستم شما همراه ویژوال استودیو نصب میشه. خب اینترنت آخر شب رو ضعیف شده. خب اوکی شد. خب سایت دانلود استیکا هست که الان آخرین نسخه 8 ریلیز شده. خب ما با نسخه 7 میخوایم فعلا کار بکنیم. حالا تا در واقع استیبل نوشه نسخه 8 من اینجا تو قسمت آل ورژن، خب اینجا البته من نسخه 8 رو فکر کنم نصب کردم قبلا پیش. خب اینجا این ببینید این .NET 7 هستش که استاندارد این ساپورته.
خب و 14 نوامبر هم در واقع. خب شما میاد این دات نت 7 رو کلیک میکنید و در واقع اینجا نصبش میکنید، از این سایت نصبش میکنید. بعد از اینکه مراحل نصب رو بهتون رسوندید، برای اینکه مطمئن بشید نصبه، میتونید توی پنجره ران CMD ویندوز اینجا تایپ کنید .net. خب اول دات نت رو من میزنم. خب اینجا بهم میگه که دات نت رو سیستم من نصبه. خب اینجا بنویسم دات نت داش داش لیست داش استیکاز. خب اینجا تمام استیکاهایی که نصب کردیم 2 و 1 و 3 و 1 و 5 و 6 و 7 و 8 رو هم خب نصب کردم. خب بعد از اینکه اینا مطمئن شدید که نصب شده و اینجاست، خب از اینجا میتونید داش داش هلپ رو ببینید. در واقع اینها اطلاعاتی که اینجا هست رو میتونید مثلا ببینید. مثلا من بزنم دات نت داش داش هلپ. خب این هلپ در واقع دستورات دات نته که اینجا شما میتونید از هر کدوم خواستید استفاده کنید. مثلا داش اینجا نیو میگه create a new .NET project or file که میتونید از این دستور میخواید در ادامه استفاده کنید. خب من یک فولدر میام اینجا ایجاد میکنم. در فولدر اسم این فولدر رو بذارم web API اسمشو میذارم web API project. حالا بزرگ شد بذارمش API project. میام توی پوشه API پروژکتم. خب این بالا توی این مسیر این مسیر رو برمیدارم میرسم CMD. باز چرا باز نمیشه؟ خب باز شد. خب توی مسیر پوشه دسکتاپ API پروژکت میخوایم توی این پوشه یه پروژه تولید بکنیم. می‌نویسم پس .NET new نوع پروژم رو می‌نویسم web API. خب داش داش name می‌نویسم شاهکار داش F فریمورکش هم بشه .NET 7. خب .NET 7 is not valid value for F. The possible value are .NET 5 .NET 6 .NET 7 و 0. خب من دوباره یه بار کامند رو .NET 7 نقطه 0 اینجوری میگه .NET 7. خب پیام برای من که اومد که the template ASP.NET Core Web API was created successfully. خب
processing post creation action فلان. بریم ببینیم ساخته شده. خب پس می‌بینیم که یه پروژه به اسم شاهکار اینجا برای ما ساخت. خب کنترلر، پراپرتی، اسپی ستینگ و اپ ستینگ و پروگرامز و شاهکار دات سی اس پروژکت و اینجا هم در واقع یک کلاسی اومده اضافه کرده به اسم weather forecast. اینجا بیام توی همین مسیر cmd .net run این پروژه رو برای من بیلد بکنه، ران بشه تا یه بررسی بکنیم. من پاوز میکنم ضبط رو تا این بیلد یه مقدار طول میکشه بیلد انجام بشه. خب پروژمون ران شد. خب یه سری اطلاعات داره بهمون میده. مایکروسافت هاستینگ لایف تایممون رو در واقع اپلیکیشن استارت. خب میگه برای استارت شدن پرس کنید، فشار بدید کنترل سی رو تو شات داون بشه. خب اینجا هم خب میگه داره روی ایمپورت HTTP لوکال هاست 5283 اینو چی لیسینگ میکنه. خب در حال الان پروژه ما آماده است، حالا بعدا تستش میکنیم. بیایم در مورد این بخش‌های مختلفش صحبت بکنیم. خب قبل از اینکه صحبت بکنیم من برم این رو با در واقع VS کد بازش بکنم، نرم افزار ویژوال استودیو کد رو باز بکنم. خب مربوط به پروژه قبلی که من روش کار میکردم. اوپن فولدر من یه اوپن فولدر میزنم، میام روی دسکتاپ در واقع API project اینجا اومد. API project و شاهکار رو سلکت میکنم. خب
این پروژه داخل ویژوال استودیو برای من باز میشه. I trust رو میزنم. خب از بازشن. خب تایملاین قسمت منیج ترمینال خوب روی سلکشن دید این برای ما باز نمیشن. پروژه خب required asset to build and debug machine شاهکار. خب yes این هم زنیم. open editor file خب بیام تو قسمت فایل اکستنشن ها رو پیدا بکنم. فایل اکستنشن پرفرنس و کجا بود ستینگ اکستنشن. خب بیام توی بخش اکستنشن ها اینجا اکستنشنی که مربوط به زبان سی شارپ هست رو سی شارپ با سی شارپ microsoft.com best language support سی شارپ. خب من ببینم این آپدیت باید بشه. من قبلا اینو نصب کردم آپدیتش میکنم. اینو در حال اینستال کردم. خب پس شما لازم دارید که در واقع این کامپایلر زبان سی شارپه. شما با زبان سی شارپ کد می‌نویسید رو هم نصب کنید. من باز استاپ میکنم تا این نصب تموم بشه. خب ابزونه سی شارپمون نصب شد. خب الان پروژه رو در محیط در واقع ویژوال استودیو کد داریم. این پروژه شاهکار رو خب بخش هایی که در واقع میبینیم یه بخش های مهممون این بخش کنترلره که اینجا در واقع یک کنترلر برای ما به صورت پیش‌فرض اومده برقرار داده. خب بخش پراپرتیز رو داریم که launchsetting.json فایل در واقع لانچ ما هستش که اولین بار که پروژه ما خواهد ران بشه از این تنظیمات اینجا استفاده میکنه. آیا ستینگش رو اینجا مشخص کرده که آیا ستینگمون چیه و آیا اکسپرسمون در واقع اپلیکیشن یو آر المون که اینجا میگه لوکال هاست 3912 برای این آدرس بیاد بالا. خب و این طرف پروفایلر هست که تنظیمات HTTP کامند و باقی موارد اینجا به صورت این پورتی هستش که در واقع داشت
برنامه ما رو اجرا میکرد روی اپلیکیشن URL HTTP localhost 5283. و همچنین برای HTTPS هم localhost 750 و HTTP 5283 رو اینجا تنظیم کردیم. که بعداً در زمانی که در واقع پروژه توی محیط، این الان اطلاعات مربوط به زمانی هستش که پروژه رو حالت دیولوپمنت هست، تو محیط دیولوپ هستیم، اما در زمانی که تغییر محیط میدیم و پروژه رو میبریم تو حالت پروداکشن، این آدرس ها به تب تغییر میکنه و آدرس هاست ما رو که API اون میخواد برای اون میزبان بشه قرار میدیم. خب این فایل appsetting.development مونه که در واقع اطلاعاتی در مورد لاگ لولمون و باقی موارد اینجا فعلا وجود داره، با اینا کاری نداریم. خب اما بخش اصلی ما که این فایل program.cs که با دستور web application.creation builder که یا آرگومان دریافت میکنه اینجا آغاز میشه. در این بخش ما تمام سرویس هامون رو دونه دونه اضافه میکنیم. هر سرویس ها در واقع همون کلاس ها یا کامپوننت های یا API های بیرونی هستن که ما اینجا اینها رو اضافه میکنیم به عنوان سرویس. خب اینجا الان داره از یه سرویسی به اسم سواگر استفاده میکنه، سواگر جنر، که یه محیط در واقع تستی هستش که ما میتونیم توی این محیط تست API مون رو با UI سواگر در واقع تست بکنیم. خب بعد یه بخش دیگه هست در این پایین داریم، دوباره بخش بیلدرمون هست که در واقع اینجا اپلیکیشنمون رو، میدلور هامون رو و میان ابزار هامون رو اینجا در صورتی که داشته باشیم و فایل های استاتیکمون همه رو اینجا در واقع چیکار میکنیم، به این پایپلاین این قسمت اضافه میکنیم و در پایان هم که میبینید دستور اپران هست که بعد از در واقع در انتهای این پایپلاین قرار داره. خب این هم همون کلاسی هستش که به صورت پیش‌فرض اضافه شده که از اون کلاس برای تست API که فعلا نوشتیم استفاده میشه. یک کلاس آب و هوا، مثلا میگه دیت و اونلی دیت و اینها رو به عنوان پراپرتیز تعریف کرده، تمپراتور سانتیگراد و تمپراتور فارنهایت و سمری که خلاص وضعیت آب و هوایی رو اینجا میخواد نمایش بده. خب این یه روش در واقع تولید در واقع پروژه API هست. خب من اینجا این رو ببندم.